خیابون و کوچه میان و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه. اینجا بچه تمرین میبینه با یه لحن محکم، اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن، میفهمه فقط خودشو ببینه بقیه همه نوکر و بالاخره شک به آدم و درون ذات بچه گل کرد. تو اون سن آرزوهاش مثل ناموسشه، ولی نابودی آرزوها میشه آموزش بعدی، یعنی آینده هات بهت تحمیل شدن. بذار منظورم و یه جور دیگه تکمیل کنم. یادم بچه بودم تو جمع یکی صدام کرد، بزرگ جمع بود یکم نگام کرد، بهم گفت میخوای چی کارشی؟ بهش گفتم فضانورد. گفت پول رو زمین دنبالش تو فضا نگرد، تو درساتو قبول شو فضا مزا پیشکشه. با 2 تا جمله میخواست آرزوام هیچ بشه، میدیدم همه نمه میخندیدن زیر لبی، میخواستم که آبشم برم زیر زمین. الانم زیر زمینم وقتی خوردم از همه لگد، حداقل اینجا هیچکی منو مسخره نکرد. اونی که رو نداشت تو داشت ولی میدونست چشه، مدام با خودش گفت از این بدترم